این اسمش آسفالت سرده. آسفالتی که هیچ نیازی به گرم کردن و داغ کردن و مشعل گذاشتن زیرش و اینجور داستانا نداره. خیلی شیک و رومانتیک در کیسه‌شو باز میکنی، چپه میکنی، ازش استفاده میکنی و یک کیفیت فوق‌العاده بالایی داره و دقیقاً عین خود آسفالت، یعنی هیچ تفاوتی نداره. فقط اون باید داغ بشه، حرارت بخوره، نرم بشه. این نیازی نداره، این از پیش آماده شده و شما فقط باید در کیسه 20 کیلویشو باز کنی، چپه کنی داخل سوراخ چاله‌ای که میخواید ترمیمش کنید. از این پس پیج چاله چوله تمامی چاله هایی که شما به ما اعلام میکنید و با آسفالت سرد قراره ترمیم کنیم. پس حتما چاله چوله های محلتون و منطقتون رو زیر این پست کامنت کنید تا ما تو اولین فرصت بیایم و ترمیمش کنیم. این چاله هم توی جاده ملارد سراسیاب سر دور برگردون سر خیابون امام قرار گرفته و پیج ما رو حتما فالو داشته باشید، شیر کنید، کامنت کنید. این چاله رو هم ترمیم کردیم، تقدیم نگاه زیبای تک تکتون.